خیلی به این که چرا اوتفیت ادل و کار استایلیستش خوب بوده فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که ادل در حال حاضر هیکلش از لحاظ بالا و پایین تنه خیلی خوبه و به نسبت این دوتا کمر باریکی داره. نمیگم آدم لاغریه، ولی به نسبت این دوتا کمرش باریکه. حالا کاری که استایلیستش اومده کرده اینه که اومده براش یقه قایقی گذاشته. یقه قایقی کاری که میکنه اینه که گردن و سرشونه ها رو نشون میده به بقیه و این باعث میشه که تو نگاهت بره به سمت پهنای بالاتنه، یعنی عرض بالاتنه. در این حال اوتفیت کمرش چسبیده و احتمالاً زیرش گنم پوشیده که نشون میده که آقا این شکم تخت و کمر باریکی داره و اون ریختگی دامنه باعث میشه که تو پایین تنه رو ببینی که چی هست. حالا اتفاقی که افتاده اینه که تو قسمت کناره های دامن، اون قسمتی که برش خورده، یه سری پیلی هست. پیلی کاری که میکنه اینه که حجم پارچه رو تو اون ناحیه زیاد میکنه و در نهایت یه پفی اونجا وای میسته.